عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما حاضرین. امیدوارم که صدا درست بیاید برای شما و خوشحالم که امروز در یک گرامی داشت از روز جهانی فرهنگ هزاره قرار داریم و شما احساس مسئولیت نموده اینجا تشریف آوردین. البته فرهنگ هزاره جدا از مسائل هویتی، ما یک فرهنگ میراث یک تمدنی گذشته بسیار خوبی را داریم. به عنوان مثال بعد از اهرام مصر و دیوار چین سومین آثار تمدنی دنیا بودای بامیان هستند، یعنی شمامه و سلسال. و این برنامه ها از طرف دیگر هم که نسل نوین ما در غرب زندگی میکنند، مخصوصا نوجوانان، از این قبیل برنامه های فرهنگی را که میبینند روی روحیه و روی تفکر اونها بسیار اثرات مثبت دارد. به هر صورت یک آهنگ به نام دخترای هزاره شال و گلم موافق توصیف از زنان و دختران هزاره است تقدیم میکنم. امیدوارم که مورد طبع شما قرار بگیرد. دخترای هزاره شال و گلم مبافه، دخترای هزاره شال و گلم مبافه، جا کدی پشمی خوب هر رنگ پالین مبافه، جا کدی پشمی خوب هر رنگ پالین مبافه، صنعتگره هزاره کاریگره هزاره دلاوره هزاره پرهنره هزاره پرهنره هزاره. در کار دستی خود عالی ترین دنیاست، عالی ترین دنیاست. در کار دستی خود عالی ترین دنیاست، عالی ترین دنیاست. صنعتگر و قشنگ است، زحمت کش و فریباست، زحمت کش و فریباست. دخترای هزاره شال و گلم مبافه، جا کدی پشمی خوب هر رنگ پالین مبافه، صنعتگره هزاره کاریگره هزاره دلاوره هزاره پرهنره هزاره پرهنره هزاره.
از پشم گوسفندش جا را به گرم بسازد، جا را به گرم بسازد. از پشم گوسفندش جا را به گرم بسازد، جا را به گرم بسازد. دستکش خوبی حالا نازک و نرم بسازد، نازک و نرم بسازد. دخترای هزاره شال و گلم و بافد، جا کدی پشمی خوب حرم پالن و بافد. صنعتگره هزاره، کارگره هزاره، دلاوره هزاره، پرهنره هزاره، پرهنره هزاره. از شست نازنینش عطر گلاب ریزد، عطر گلاب ریزد. از شست نازنینش عطر گلاب ریزد، عطر گلاب ریزد. از کار و غیرتی وی الماس ناب ریزد، الماس ناب ریزد. دخترای هزاره شال و گلم و بافد، جا کدی پشمی خوب حرم پالن و بافد. صنعتگره هزاره، کارگره هزاره، دلاوره هزاره، پرهنره هزاره، پرهنره هزاره. صنعتگره هزاره، کارگره هزاره، دلاوره هزاره، پرهنره هزاره، پرهنره هزاره، پرهنره هزاره، پرهنره هزاره. صدای دنبرا درست میه برای شما؟ خلاصه تجلیل از روز فرهنگ و باید آهنگای فولکلور و شعرهای فولکلور خوانده شود. از دو بیت های استفاده میکنم که خیلی قدیمیه. یک مقطع اجرا میکنم و میگویم که مورد طبع همگی قرار بگیرد. البته دو بیت ها خودش تاریخ دیگه، چون دو بیتی را شاعر نگفته، آدمایی اکثرا مردمای عام و آدمای بیسواد گفته، یعنی بخش از تاریخ دو بیت های آشکار فولکلور. در هر رابطه ای که باشه، چی حماسی باشه، چی عشقی باشه، چی انقلابی باشه، تمام معنی و شرایط همون زمان رو بیان میکنه اشعار فولکلور.
دیدی من گفتی زیارت رایی ناجور استم پایی حاجت رایی از دستی بی وفای های است او پیش مولا دشی باید رایی پیش مولا دشی باید رایی خدا کشکی میماد والی دیده او خطر میکلو دا پالی دیده ولی بازوی خوب بازو بند کنم او حکسی نور بندی پی رور سالی دیده های حکسی نور بندی پی رور سالی دیده روزی جمعه بیا پیشی منبرو او بیا علیکی روی تو را ببی نوی مسافری ریم سوی غربت تو گناه مرا ببخش سری سفر رو گناه مرا ببخش سری سفر رو گناه مرا ببخش سری سفر من تازه رستم نمیفهم که قانون استیج چی رقمه قانون شدید رقمه تو زمانی که همین مجری نماد پالی تو وقت استاد میفهمیم فولکلور دیگه میگیریم